واژه‌های دیگه. پیغمبر اتسترا اتسترا. اینها همه واژه‌های فارسی هستند. اینها همه کلمات فارسی هستند. البته زبان ترکی خیلی غنیه. میدونید ساختار زبان ترکی خیلی انعطاف پذیره. خیلی انعطاف پذیرتر از زبان فارسیه. اما شما فکر می‌کنید انعطاف پذیری زبان ترکی منفیه؟ نه، منفی نیست. خیلی هم خوبه. اما مشکل دیگه زبان ما اینجاست که خیلی تک‌لحنی و خیلی مونوتون بود. اجداد ما خیلی باهوش بودند که جنبه شاعرانه زبان فارسی رو گرفتند ولی لحن و آهنگش رو عوض کردند. برای همین 40% از زبان ترکی از زبان فارسی میاد. حتی بعضی از کلمات عربی که حذف اونها از زبان ترکی ناممکن به نظر میرسه. برای همین بهتره